اینجا دهات شوراب جماعت سامان شهر حصار است، جایی که برگزاری هر ساله مسابقه فوتبال ده به ده علاقه مقامی رمزی پیدا کرده است. ایده برگزاری مسابقه از آن پیدا شد که مقصد اساسی ما جلبی هر چیز زیادتر جوانان با این نمود ورزش رقم یک میباشد که ما جوانان رو با این مسابقه فوتبال جلب کرده آنها را از بیکارگردی با همین نمود ورزش فوتبال جلب کردیم. مقصد ما در این مسابقه مذکور تشکیل کردن یافتن فوتبالبازان جوان برای جلب کردن به دسته‌های لیگ اول، لیگ یکم شادمان حصار و بخشی حصار میباشد که ما فوتبالبازان بالقدر رو البته 5-6 فوتبالبازان بالقدر رو نامنویس کردیم. بعد مسابقه مذکور آنها را ما برابریت دسته‌های مذکور پیشنهاد می‌نماییم. دو میدانچه فوتبالی که در بلندی از طرف راست شاهراه دوشنبه ترسونزاده قرار دارند، در مسیر یک ماه کل رقابت‌ها میان 19 دسته‌های دهاتی شهر حصار را قبول نموده هر بگاهی ماه دکبر بازی‌ها دایر می‌شدند. در مدت یک ماه از یکم دکبر ما در مسابقه مذکور 12 دسته جمع کردیم و در مدت بازی فوتبال در مدت گذشتن بازی فوتبال باز 9 دسته دیگر رو با این مسابقه تکلیف کردیم و مسابقه مذکور رو گذراندیم. بعد انجام یک ماه رقابت‌های جالب و پرهیجان میان تیم‌های عبارت از بازیگران هوسکار، اخیراً 4 تیم قوی توانستند به مرحله نیمه‌نهایی راه خویش را هموار کنند و اینا هم دسته‌های قلعه حصار، توده، دهبد و استانی بودند که بهر رسیدن به مقام‌های افتخاری رقابت‌ها را ادامه دادند. طبق نقشه برگزاری مسابقه مذکور، بازیگران دسته‌های استانی و قلعه حصار بهر دسترسی راحت اول بازی فینالی شامل میدان شدند و چطور از رفت آمادگی‌های هر دو جانب معلوم بود، همگان را تماشای بازی جالب دیدنی در پیش بود. با قول سروان دسته قلعه حصار سهراب شریپوف، نوابسته از کامیابی‌های این تیم در مرحله‌های پیشین رقابت‌ها در دور نیمه‌نهایی برایشان نهایت مشکل خواهد بود. امیدوار البته برای فینال برآمدن است. با دسته استونی بازی می‌کنیم که در دسته حریف ما بازیگرانی هستند که در شادمان حصار بازی میکنند. برای بسیار به خیالم وزبین میشود این بازی. خیلی امیدوارم که در فینال بازی میکنیم. بازی‌ها مشکل هم بودن، در دور گروهی بازی‌های بودن که بازی دشوار بودن. خیلی بعد از گروه برآمدن با دسته مرتفع که ما با در وقت بازی حساب شده نشد و در ضربه‌های 11 متره ما توانستیم که غالب برویم و دسته مرتفع رو مغلوب کنیم و در دور یک چهارنهایی ما دسته شوراب نورافشان رو مغلوب کردیم که بسیار بازی جالب دقت بود، بسیار بازی با یک شکوه شهامت خاصه گذشت. خیلی نصیب داد است ما غالبیت کردیم. همین طریق بعد گرفتن آخرین تمانیات‌ها از جانب مسئولان برگزاری مسابقه و یادرس گردیدن قاعده‌های بازی شفاف از طرف سرداور این چهاربینی فراگیر ورزشی، اخیراً جفت اول نیمه‌نهایی دسته‌های قلعه حصار و استانی به رقابت شروع نمودند. شروع از فرصت‌های نخست رقابت، بازیگران دسته استانی در خط حمله فعال بودند و پیشتازی را به دست گرفتند. محض به شرافت این کوشش‌ها در خط حمله سفیدپوشان از دسته استانی با کشادن حساب دست یافتند. بعد کشادن حساب در نیمه اول رقابت، البته که تلاش‌های بازیگران دسته قلعه حصار در خط حمله بیشتر گردید و قسمت زیادی حالت‌های خطرناک این تیم را سروان دسته سهراب شریپوف سازمان می‌داد. محض بعد اجرایش ضربه کنجی از جانب این بازیگر از موج دوم حمله حساب بازی برابر گردید.
از گل جوابی قلچیان 1 دقیقه هم نگذشته بود که در نتیجه راه اندازی سری وقتی حکس الهجوم نوبتی سروان دسته سهراب شریپوف توپ را صاحب شد و با گذشتن از 1 رقیب با یک ضربه تابناک دستش را به پیش برآورد. ماز بعدی 2-1 گردنی حساب به نفع دسته قلعه حصار نیمه اولی رقابت پایان یافته دسته ها به تنفس برآمدند. در نیمه دوم بازی باشد با دستگیری های مخلصان خویش تیم استونی از فرصت های نخست در خط حمله فعال گردید ولی ضربه حملگران به هدف نمی رسید. همزمان از دسته قلعه حصار در مسیر نیمه دوم بازی هم سهراب شریپوف از زمره آن بازیگرانی فعال بود که با ضربه های نشانرس از مسافت های دور به دروازه حریف خطر ایجاد می نمود. در زمین بازیگران دسته استونی در فرصت های اخیر نیمه دوم رقابت از نقطه جریموی امکانی برابرکنی حساب را در دست داشتند ولی امکانی نظررسی گلزنی از دست رفت. سخن آخرین بازی مذکور یا که اولین رقابت مرحله نیمه نهایی از جانب بازیگران دسته قلعه حصار گفته شد زمانی که بعد اجرایش ضربه جریموی و مبارزه در هوا توپ وارد دروازه گردید و حساب هم 3-1 شد. در فرصت‌های باقی مانده رقابت برخلاف تلاش‌های بازیگران جوان دسته استونی در راه زدن گل جوابی دیگر حساب تغییر نیافت و تیم قلعه حصار با پیروزی با حسابی 3-1 اولین راه خط فینالی مسابقه را صاحب شد. امروز خرسندیم بازی نیم نهایی دسته قلعه دسته استونی رو با حساب 3-1 شکست داد. ما خرسندیم که انا پاگو فینال برآمدیم. دسته قلعه امیدواریم انا دخواد غالبیت نصیب ما میشه. در دایره بازی دوم مرحله نیمه نهایی باشد تیم‌های دهبید و توده روبروی هم قرار گرفتند. چطوره با بازیگران هر دوی دسته ها هم صحبت شدیم آنها از بازی مذکور تنها امیدهای پیروزی را انتظار بودند. ما امروز دسته چمنستان رو در بازی دسته چمنستان رو و دسته استونی رو شکست دادیم و امروز بازی ما با دسته توده می باشد و ما انتظاریم که غلبه از اون می شود. مسابقه امروزه ما بسیار دسته ها رو دهه ها رو شکست دادیم، مخصوصا دهه های سرخک چشمه مرتپه و غیره ها رو شکست دادیم و امروز در نیم فینال هستیم. آغاز بازی دوم مرحله نیمه نهایی میان دسته های دهبید و توده باشد و فرارسی تاریکی شام و ورزش شمال راست آمده نوابسته از سرگردیدن وضع باد و هوا رقابت میدانی از فرصت های نخست گرم و پرجوش جریان داشته بود. از فرصت های نخست بازی هر دوی دسته ها بازی برابر نشان دادند و شماره هجوم ها هم از هر دوی جانب ها خطرناک به چشم می رسید. همین طریق هرچند که در مسیر نیم ساعت رقابت شدید نیمه اول دسته ها در راه رخنه‌کنی دروازه همدیگر شتاب می کردند ولی رقابت بدون گل به پایان رسید. ولی با میدان آمدن بازیگران در نیمه دوم 5 دقیقه از رفع رقابت نگذشته بود که بازیگران دسته توده به شرافت توبی کنجی و گشودن حساب دست یافتند. ولی از گل نخست رقابت فرصت های زیاد نگذشته بود که بازیگران جوان تیم دهبید به زدن گل جوابی دست یافتند.
بعد 1-1 گردیدن حساب شماره هجوم‌های خطرناک تیم توده بیشتر به چشم می‌رسید و زرتپوشان 3 امکان عالی به پیش برآمدن در حساب را عملی کرده نتوانستند. ولی ناواسته از این کوشش‌های هر دوی جانب‌ها بهر پیشتازی در خط حمله در زدن گل نوبتی در آخری بازی به نتیجه انجام یافت و وقت اساسی رقابت با نتیجه 1-1 خاتمه یافت. دسته‌ها را ضرور آمد تا برای معین کردن غالب و زدن سلسله ضربه‌های 11 متر پردازند. ضربه های 11 متره را که مخلصان تا در راه انتظار بودند نخست با اجرایش بازیگران دسته 10 بید شروع گردید. الکی بعد ضربه های نخستی موفقانه از جانب هر دوی دسته ها ضربه دومی بازیگران تیم 10 بید از کنار دروازه رفت ولی ضربه دوم از جانب بازیگر تیم توده نیز گل نشد. در ادامه ضربه زنی هرچند که دروازه‌بان تیم 10 بید یک ضربه حریفان را گرداند و تیمش را به پیش برآورد ولی ضربه همدستش خطا رفت و حساب هم دیگر باره برابر شد. بعد برابر شدن حساب از 5 ضربگی اخیراً یک اشتباه میتوانست تقلیل راه خط دوم فینالی را حل نماید. اینجا از جانب دسته 10 بید یگان اشتباه به خط گرفته نشد ولی زرتپوشان تیم توده ضربه آخرین خویش را وارد دروازه کردن نتوانستند و همین طریق مواجه شکست شدند. در رقابت فینالی باشد تیم 10 بید را دسته قلعه حصار انتظار بود. با دسته توده بازی کردیم. دسته توده رو با 11 متره غلبه به دست آوردیم. پگاه در فینال آرزو داریم که دسته قلعه حصار جای یکم بگیریم. مسابقه فوتبال دهه به دهه که نزدیک 19 دسته های گرد و اطراف وادی حصار را به هم آورده بود اخیراً بعد انجام یافتن دو رقابت نیمه نهایی به نقطه انجامیابی خویش نزدیک رسیده بود. دستایی که اشتراک کردند دستای خوب بودند. جوانانی بالای قد هم در این مسابقه ما دریافت کردیم. دسته‌های قلعه حصار، توده، دسته‌های شوراب اسکندر، نورافشان، شوراب، دهی نو، سرخکچشمه به حد فوتبال خوب نشان دادند و با جایهای معین برآمدند. امروز خرسندانه امروز روزی برگزاری فینال میباشد. در آن دسته‌های 10 بید و قلعه حصار بازی میکنند. خب اگر در مورد پیشگویی شما به بازی فینالی حرف زنیم با فکر شما کدام دسته پیروز میشد و امکانیت‌های دسته پیروز چگونه اند؟ با فکر من هر دو دسته یک خیل امکانیتی غلبه کردن دارند. هم دسته قلعه حصار هم دسته 10 بید بچه‌های با مهارت دارند و من امید دارم که فوتبال خوب نشان داده و مخلصان فوتبال را خرسند می‌گردانند. بعد انجام یافتن تمرین‌های پیش از بازی اخیراً اشتراکچیان رقابت فینالی بازیگران دسته قلعه حصار و 10 بید به میدان آمدند و سرآغاز رقابت به طور رمزی سرود ملی کشور هم در محیط تنتنوی صدا داد. همین طریق فرصتی در انتظار هم فرا رسید و بعد صدای نخست دوشک سرداور بازی فینالی میان دسته های قلعه حصار و 10 بید آغاز شد.
الکی در نخستین دقیقه رقابت بازیگران جوان دسته 10 متر عمل خویش را در خط حمله با یک ضربه قوی به انجام رسانیدند که دروازه‌بان دسته قلعه‌ایسار البته که مهارت خاصه نشان داد، ولی الکی در هجوم جوابی دسته قلعه‌ایسار با یک ضربه نشان رس به سمت دروازه رقیب حساب بازی را کشید. گل هم در نتیجه عکس الهجوم سری وقتی زده شد. قابل قید است که مهمان اساسی این رقابت فینالی مسابقه فوتبال ده به ده رئیس شهریسار محترم قاسم راهبر بود که از فرصت‌های نخست بازی تا آخرین لحظه‌های بازی فینالی در کنار میدان برآمد بازیگران را تماشا می‌کرد. بعد کشاده شدن حساب بازی البته که شماره هجوم‌های دسته 10 متر به مراتب بیشتر می‌شد، ولی کار دسته جمعی دفاعی بازیگران قلعه‌ایسار از خود ثمر می‌داد. در نتیجه یکی از چنین هجوم‌ها اخیراً بازیگران دسته 10 متر به زدن گل دست یافتند و حساب هم 1-1 گردید. سروان دسته قلعه‌ایسار سهراب شریپوف باشد، چون هر وقته بیشتر به ضربه ها از مسافه دور و ارسال های خویش تکیه میکرد که به دروازه حریف خطر ایجاد میکردند. همزمان هجوم های بازیگران جوان دسته 10 متر با دستگیری مخلصان هم کم نمیشد. امکان زدن گل دوم برای دسته قلعه‌ایسار باشد وقت اجرایش ضربه از نقطه جریمه‌ای به دست آمد، ولی دروازه‌بان دسته 10 متر از خود درک داد. در حالت دومی هجومی باشد دفاعگر اینکی توانست دستش را از گل مقرر نجات دهد. هرچند که فعالی بازیگران تیم 10 متر در خط حمله نیز برحلا به چشم می رسید، ناواسطه از این هجوم‌های دسته قلعه‌ایسار برای دروازه‌بان حریف مشکلاتی بیشتر ایجاد می‌کردند. ناواسطه از این حساب بازی دیگر تغییر نیافت و دسته‌ها به تنفس برآمدند. رقابت دسته ها سرآغاز نیمه دوم نیز با فعالی تیم 10 متر شروع گردید، ولی همگان به زودی شاهد گل نشدند. بازی فینالی را باشد چطور گفتیم در ردیف مخلصان سرشماری هر دوی دسته ها از کنار راست رئیس شهریسار تماشا میکرد. برزمی کوشش‌های زیادی بازیگران دسته دهه 10 متر در راه برابرکنی حساب بازی که نمیتوانستند موفق شوند، دو ضربه پای همه بازیگران دسته قلعه‌ایسار اخیراً حساب را 2-1 نمودند. وقتی ضربه اولیه اگر دروازه‌بان به قول سیو نمود، وقتی ضربه دوم دیگر او هم کاری را کردن نتوانست. بعدی 2-1 گردن حسابی بازی سروان دسته قلعه‌ایسار سهراب شریپوف با استفاده از مهارت انفرادی یک گل دیگر را شامل دروازه دسته 10 متر نمود. بعد آن که تیم قلعه‌ایسار با تناسب 2 گل در حساب پیش صف بود، هجوم دسته 10 متر در خط حمله با مرام ادامه می‌یافت و در بسیاری از موردها دروازه‌بان دسته قلعه‌ایسار واقعاً هم دسته‌اش را از گل‌های مقرر نجات می‌داد. همین طریق حسابی بازی دیگر تغییر نیافت و دسته قلعه‌ایسار در بازی فینالی برای به دست آوردن جام شرکت کوپراتیوی برکت وطن با حسابی 3-1 بر تیم دسته 10 متر پیروزی به دست آورد. بعد انجام بازی در محیط تنتنوی به دسته دهه 10 متر از جانب راهبریت شهریسار مدال‌ها برای اشغال مکان دوم و برای دسته قلعه‌ایسار مدال و جام برای عنوان قهرمانی تقدیم کرده شد. تشکر پرواز شما
مسابقه خودش بسیار وزنین گذشته، برای که همه کماندو در این مسابقه تیاری خوب دیده بودند. پیروزی فینال خودتون دیدید که چقدر در بازی نهایی بازی پرشدت بود. خیلی ما خرسندیم که غلبه کردیم. ما هم تیاری ساز دیده بودیم، برای کارمون که اومد کرد بریدیم. در آینده برای باز هم با موفقیت و دستاوردهای نظررس خوب و به نایل گردیدن، البته با اقدامات مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار، بخش کار با و جوانان و ورزش نزد مقامات و این چنین شعبه معارف شهر یک نقشه مخصوص چاره‌بینی ها ترتیب داده شده است که بازی فوتبال و دیگر نوع بازی های ورزش رشد داده می شود، تکامل داده می شود. بر زمین تقدیم گردیدن مدال و جام و جایزه‌داران مسابقه دهه و دهه در شهر حصار همچنین از جانب مسئولین برگزاری مسابقه بهره دریافت جام رئیس کوپراتیو تجارتی برکتی وطن جایزه‌های مالی تقدیم کرده شد. همین طریق مسابقه فوتبال دهه و دهه در دهه شورای جماعت سامان شهر حصار پایان یافت.